هواكم بقلبي. بخاطر شکمش، والله بخاطر شکمش، بخاطر در خانه و فرزندش اینها دین یک پول پوچک کرده است. همین دین به تمام مقدساتش، همین دین به قرآن و سنتش، همین دین به تمام کلام الله سبحانه و تعالی در نزد اینها یک ذره احترام قدر وجود ندارد. ما نسیم و مژده جنت عطا کنه. خداوند کریم، من این حکومت ما، من این حکومت تاجیکستان ما که برای پیشرفت، برای رشد از خداوند کریم رئیس دولت ما را نگهدار باشد. رئیس دولت ما را نگهدار باشد و خداوند کریم هر مصیبتی که بر سر این ملت ما آمدنی است، خداوند کریم آن مصیبت از سر ما دور بگرداند و خداوند کریم امنیت و امانی را در تاجیکستان ما حکم فرما بگرداند. تمام مردم در امانی و فراغ و زندگی. ردی هفتم ما به محمد اقبال این است که این لشکر امام علی بود. محمد اقبال یک ملای طاغوتی، یک ریدابسر طاغوتی دعا کننده امام علی رحمانوف و در زیر انا همونها به گفت خودش لیسک همونها چاپلوسی همونها بود. یک خبیث. البته در ماهای رمضان اینو آن تاجیکستان رفته امام علی دعا کرده می اومد. ما همون ویدیوش داره، این رد میزنیم که این طاغوت پرست خبیث بود. این صفت همه حزب نهضتی است. حزبی ها دعا کرده میگشتن امام علی. تو برآورده اینها را به عباره تاجیکی گیم همی یک لگت از عقبش زده برآورده پیش کردن اینها دعا کرده میگشتن. از محیدین کبیری سر کرده تا دیگریشه، زنیشم مردشم جناب عالی پیشوای ملت عمرشون الله دراز کنه و اینو آن گفته این خوب است و دعا کرده میگشت. لقب جناب عالی را نمین حزبی ها پیدا کرده است برای امام علی. به تاجیکستان خدمت کرده ایستادند عمرشون دراز کند، در حقشون دعا کردن فرض است. گفتنی فتوای من نمین حزبی ها برآورده است در حق امام علی. از نوری سر کرده تا اینش. وقتی که اینها کیسه های خودشون نقض بود، بازارشون نقض بود، زندگیشون نقض بود، اینها مردم بیچاره گپش گوش نمی کردن. مردم میگفت به محیدین کبیری هم میگفت، مردم به همون گوش اقبالی کبوتر هم به همش میرفت که ما در حالت وزنی هستیم، این است مشکلی است. اینا میگفتن نه تو باید صبر کنی، تو باید صبر کنی. مردم تاجیک به صبر دعوت میکردن. اما وقتی که پول مال اینها هم از دستشون رفت، هایده گریختند. اکنون آدمایی که دعا میکردند شب و روز جناب عالی گویان دعا میکردند خدمتشون الله قبول کند و جاشون جنت کند، میگفتند یک باره دیگر طرف رفته است. ما همین میگوییم به شما ای مردم که این حزبی ها، این خوبسا، اینا خمیلیون هستند. خمیلیون هستند. یک بار میبینی ریش های ماشاءالله گذاشتگی، موی هاش هم دراز کردگی، وایمه کرده، الله اکبر گفته، جنگ کرده، آدم کشته گشته است، نامش مجاهد مونده است. مرده هاش شهید میگه. یک بار میبینی امام علی قطیش جنگ کرده، تکفیر کرده گشته است. یک بار میبینی ریش ها تراشیدگی، موی ها پریچوسکه ها، میلیونر شدگی، در حق امام علی دعا کرده گشته است. بعد از این میبینی بازگشت زید شده است. یک بار میبینی هزارها دانشجوی به ایران فرستاده ایستاده است برای تعلیم گرفتن رافضگی که همکاری آینده میکنیم گفته. و یک بار میبینی که این خوبسا کدش اروپایی گرفته بود ما که دموکراتی هستیم گفته است. یک روز میبینیم مجوسی هم میشدیم. این خمیلیون است. آیا ما به همون خیل خمیلیون ها
باور کرده میتوانید؟ آیا مردم تاجیک، مسلمان های تاجیک به این خمیلیون ها باور میکند؟ هیچ کس هم باور نمیکند. دو سه کودکی که جاهل است، بی علم است، نه علم دینی و دنیوی، هیچ علم ندارد، نمیفهمد، کتاب خونده نمیتواند، تاریخ سیاه خوبسا را فهمیدگی نیست. اگر همونها باور نکند، یگان آدمی به عقل نه به عهد اینها، نه به پیمان اینها، نه به دگوار اینها، به هیچ چیز باور کرده نمیتواند. اینها عهد و پیمان ندارند، اینها وعده ندارند، اینها انسانی ندارند، اینها هیچ چیزی ندارند. برای چی ما این عهد پیمان گفتیم؟ برای اینکه ما میدانیم حالا برنامه های ما آهسته رفته شده است. بعد از اینکه اقبال تاریخش بیان کرده میریم، بعد از این تاریخ سیاه حزب نهضت و قتل و کشتار و ظلم اونها اهل سنت را از همین روز تولد سید عبدالله نوری چخیلی که گفتیم شروع میکنیم. کتاب نور در زندانش به شما دروغ های کذابی های رافضگی میگوییم و بعد از این تاریخ اینها به ایران فروختن و پول های ایران کتی کار کرده نمیگیم. قاری محمد جان و چندین قاری های اهل سنت رو در سالهای جنگ کشتنشو نمیگیم. انا اینجا عهد و پیمان به اینا خیانت میکنن گفتن. انا همین من در نظر دارم که در همون وقتش در حالت های جنگ در افغانستان تاجیک های اهل سنتی که همراه اینها بود اینها میکشتند. اینها به دوستان خود، به همسفان خود رحم نکردند. در سالهای 92 93 و 94 تا 97 اینها به همپیمان خود، همسف خود عهد نکردند، قتلش کردند. در همون وقت شما فکر میکنید که به دیگرها اینها رحم دارند؟ اینها خمیلیانند. جاش میباید اینها طالب میشد، جاش میباید اینها از همه وحشی ترین آدم میشد و جاش میشد که اینها بر این منافق مرضی و اینها بر این فروشنده دعا کننده در حق طاغوتی لیسک طاغوتی چاپلوسی خبیث از اینها پس دیگر آدم نمیشود و جاش میباید که اینها رافضه میشود و ریشش رو به مانند ریش رافضه میکند، در جنب رافضه ها میشیند و جاش میباید که اینها بر این فحاشی، اینها بر این زنها کتی علاقه های حرامی میکردگی، مردها کتی هم بعضش خیلی که با خبر هستید از این هم بدتر از نظر فحاش هم میشد و جاش میباید که اینها خودش دموکراتی اعلام میکند و دموکرات میشد و جاش میباید که اینها خوبسا مجوس میشد. اینا صوفی های قبوری هستند. همه عقیدش اینا صوفی قبوری است. این قبوری ها خمیلیان است. اینها به خاطر شکمش، والله به خاطر شکمش، به خاطر در خانه و فرزندش اینها دین یک پول پوچک کرده است. همین دین به تمام مقدساتش، همین دین به قرآن و سنتش، همین دین به تمام کلام الله سبحانه و تعالی در نزد اینها یک ذره احترام قدر وجود ندارد. وقتی که اینها دین احترام نکردند، وقتی که اینها از الله بزرگ نترسیدند، مگر از کسی دیگر میترسند، مگر از کسی دیگر احترام میکنند. این خوبسا همین خوردش هم همین خیلی خبیث است، بزرگش هم همین خیلی خبیث است، زنش هم همین خیلی خبیث است، مردش هم خبیث است. اینا کفار و مشرکین هستند. اینا خیانتکاران به قرآن و سنت هستند. تاریخ سیاه حزب نهضت و قتل و کشتار اونها اهل سنت رو البته روز به روز اومدن میگیرد. ما اول تاریخ سیاه اقبال بی خبیث بیان کنیم کبوتره البته میریم. اینا چی فکر کردن؟ این خوبسا فکر کردن که ما بیخبر از تاریخ اونها هستیم. این خوبسا فکر کردن که ما مثل این خوبسا بی علم جاهل هستیم. این خوبسا فکر کردن که ما از پلیتیک اینها، از سیاست و از تاریخ سیاه اینها بیخبر هستیم. از روز تولد هر یک شما ما با خبر هستیم تا امروز الحمدلله با تحقیر، با تهدید، والله پیش دعوت مبارک ما را هیچ کسی گرفته نمیتواند. اینا فراموش نکند، نه حکومت و نه این مخالفا. یگان نفری از شما فراموش نکنید. والله
با تهدید و با تحقیر پیش دعوت ما را هیچ کسی گرفته نمیتواند. کسی ما را تحقیر کرد، کسی ما را تهدید کرد، والله اگر به بالایش 10 برابری دیگر هجوم تر نکنیم، 10 برابری دیگر تاریخ سیاه خبیثی او را بیان نکنیم، نمیگذاریم. مردم تاجیک مسلمان است، اکثرش خودش مسلمان میگوید. مردم تاجیک مسلمان اهل سنت است، مذهبش حنفی و امام ابو حنیفه اهل سنت است، عقیدش اهل سنت است. مردم مسلمان تاجیک امروز بیزار شده است از دروغ، از طعنه، از منت گذاری، از وعده داده وفا نکردن، از خمیلیون ها دلگیر شده است. و این مسلمانان تاجیک حقیقت را میخواهند. این مسلمانان تاجیکستان حقیقت را میخواهند و حق و حقیقت تنها در نزد ما هست، تنها و تنها در نزد ما طالب علمان اهل سنت است، نه در نزد ملاهای فروخته شده، نه در نزد این مخالف های بنام خوبسای خمیلیان، و نه در نزد حکومتش، و نه در نزد دیگر و دیگرهایش، نه در نزد آزیری های و خوبسا. فقط در نزد ما طالب علمان اهل سنت و جماعت حقیقت فقط در نزد ما هست. همین ما هستیم که مردم استفاده کردن نمیخواهیم، ما هستیم که مردم بیهوده بخون خیزانیدن، بخوک و خان و سوزانیدن و کشتن دعوت نمیکنیم، دیگر همه کرده ایستادند. ما هستیم که میخواهیم که مردم مسلمان تاجیک آرام و آسایشته، سربلند و عزتمند، در این دنیا و آخرت سعادتمند در زیر حکم الله رسول حکم زندگی بکند. کی میخواهد دیگر؟ همه معلوم است، همه میخواهد استفاده برد. این مردم مسلمان همه میخواهد استفاده ببرد. پس برادرهای عزیز، رد ششم منتشر کنید که رد هفتم ما شروع بکنیم. خواهش میکنم رد هفتم دعاهایی که محمد اقبال میکرد ما بیان بکنیم. ما در تاجیکستان همه میدانند که 10 سال پیش در مسجدها امر معروف و نهی از منکر میکردیم. 10 سال پیش ما در تاجیکستان به جوانها درس میدادیم و درس میگفتیم. اما یگان مراتبه مثل این خوبسا الحمدلله چاپلوسی نکردیم. ما مرد بودیم و مرد هستیم و باذن الله ان شاء الله مرد موحد الله ما را میگیرد. از الله طلب میکنیم که ما را صادق بگیرد. خمیلیانی شما را ما در تاجیکستان میگفتیم ای نهضتی ها، ای خوبتا، خمیلیانی را بس کنید، به دین الله بازی کردن بس کنید، الله تحقیر کردن بس کنید، حکم الله زیر پا کردن بس کنید، اسپولز و تو استفاده کردن نام دین الله بس کنید. ما مسلمانیم و ما حق داریم که این طلب ها را از شما خوبسا این طلب ها را بکنیم. ما مسلمان های تاجیکستان از شما طلب میکنیم که بس کنید به دین الله بازی کردن. شما یافتید فقط به یک دین الله کی خواهید مردم میخیزونید، کشوکشی کی خواهید با گشت شما چاپلوس و طاغوت پرست میشوید، کی خواهید اهل سنت شما سلفی و وهابی میگویید و کی خواهید رافضه را میدرارید. سری فساد، سری خبیثی، سری تمامی خباثت شما خوبسای نجاست ها هستید. شما خمیلیون ها. با میگوید محیدین کبیری که نام اسلام در سال 1992 ماده بود، برای همین ما گذاشته بودیم. امروز ماده نیست، با بالاش توف میکنیم پرتوفتیم میگد خواهید بپرتیم میگد و میگد که قرآن و سنت جوابگوی این وقت زمان نیست. میگد قرآن و سنت ویلش کنید. میگد همین ها بودن که سال 2010 به حکومت تاجیکستان گفتن که مردم سلفی است و این است و آن است، سلفی ها را ترمه کنید. گفتن همین ها برنامه ضد سلفی ها را پیشکش کردن. حکومت هم بی عقل است. حکومت نفهمید که حزب نهضت به خاطر فایده خودش کرده ایستاده است، زیرا که حزب نهضت میداند که مردم اگر اهل سنت شوند، مردم اهل سنت به علم شوند، هرگز به بازی های سیاسی، به بازی های فروخته هر رنگه اینها
مردم داده نمیشود. البته در تاجیکستان مردم که به اهل سنت کم کم شناس شده رفته ایستاده بود، حزب نهضت ترسید. حزب نهضت ابلیسی شیطانی ترسید. برای چی؟ برای که عقیده اهل سنت عقیده امن است. عقیده اهل سنت عقیده امان است. عقیده اهل سنت ریختن خون را بیهوده حرام میگوید. عقیده اهل سنت این میتینگ و تظاهراتی که دروغ است، 4-5 سردار شکم دبلوک کرده در اروپا میشند، باقی مونده ها میمرد، این چیزها را اهل سنت عقیدش حرام میگه. انا همین چیزه حزب نهضت چیکار کرد؟ حکومت استفاده برد. حکومت هم بار دیگر میگیم که احمق است، جاهل است. به گفتی نهضت شده چقدر جوانهای تاجیک محکم کرد. پس بالاخره هر دو این چهره چهره سیاه است. ما مسلمان های اهل سنت و جماعت در تاجیکستان عدل میخواهیم. مسلمان های اهل سنت و جماعت در تاجیکستان انصاف میخواهیم. مسلمان های اهل سنت و جماعت تاجیکستانی ما رحم میخواهیم. مسلمان های اهل سنت و جماعت تاجیکستانی ما بیزار از سخنهای دروغ، خمیلیانی، هر رنگه، وعده های بیوفا و دروغین شما شدیم. برای همین فکر کرده عاقبتش نظر کرده کار کنید. و بخصوص بنا مخالفا که خودشان از نام اسلام اعلان میکنند، خودشان اسلامی میگن، دین اسلامی ما را استفاده میبرند، مقدسات ما را زیر پا میکنند. ما به شما خطاب میکنیم مقدسات ما را زیر پا نکنید. با الله بازی نکنید. به خاطر شکم خود شده الله تحقیر نکنید. به خاطر کرسی خود حزب خود شده قرآن و سنت انکار کرده همین دین است نگوید ای خوب است این دین نیست، دین دیگر است. دینی که شما دین اسلام میگید و دین نیست. شما همتون در غیر دین اسلام هستید. شما دینتون اسلام نیست. شما از نظر اسلام همشون زن و مرد کفار و مشرکین هستین. برای که شما دین الله کتی بازی میکنید. شما دین الله کتی بازی میکنید به خاطر سیاست خود شده. ما باز میگیم به سیاست های شرکی، کفری، پلیدی، خمیلیانی خود الله و رسول، دین ما، کتاب ما قرآن، سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نداریم. حق نداریم. ولی ما حق داریم. ما مسلمان ها حق داریم که از دین ما دفاع کنیم. اعوذ بالله. این کبوتر، این شرمنده، این اقبال بی افغانی که قصهش معلوم است، این دزد، این چاپلوس امام علی دیروز در حق امام علی عمرشون دراز کند، خدمتاشون پرنور کند، امن و امانشون زیاد کند، گفته دعا کرده، چاپلوس خبیث امروز برآمده است الله هم تحقیر میکند. امروز برآمده است یوری یهودی که الله رسول قرآن دشنام میکند همون برادر میگد و اهل سنت خوارجی گفتن که تیواره. تو چی فکر کردی؟ تو فکر کردی این دنیا بیشه بیشیر است؟ تو فکر کردی این دنیا بی دروازه است؟ این قرآن در گردش مردها را دارد. این سنت در گردش مردها را دارد. ما هستیم. ما نمیگذاریم که شما خوبسا به دین الله، به دین ما دین اسلام و قرآن کلام الله بازی کنید. به الله ما بازی کنید. بار دیگر خطاب به شما که بازی شرمندگی خودتون را بدون استفاده قرآن و سنت، بدون تحقیر قرآن و سنت، بدون تحقیر اهل سنت کاری کفری شرکت انجام داده باشی، بدون دین استفاده برده انا همین دین است، انا همین تحقیر کردن ما دین است نگو. این خیلی نمیشد. متهمیت را رفته بر رافضه ها میکنی. ای رافضه ها، ای جاسوس های ایران، ای جاسوس های حکومت روس و ایران، ای خوبس های فروخته شده، ای خمیلیون ها، تهدیدت رو رفته بر رافضه میکنی. ما توف کردیم به تهدید تو. همه میتواند تهدید کند. تهدید به کشتن میکند.
تهدید به سر ما پول میماند، سرش گیرت میگوید با میگد که داعشی ها وحشت زده است. میگه ای خوب است شما از داعشی، اگر داعشی وحشت زده باشد بدتر هستید، کسی خواهد کشت نابود کنید گفته ایستاده. و شما بر این بز، شما بر این جاسوس تاریخ ندیده است. تاریخ شما بر این شرمنده های بز دیدگی نیست. در پریامای افیر برآمده همدیگریش میفروشند، در پریامای افیر، در همون پخش مستقیم همدیگریش میفروشند. بوزی کبوتری شرمنده ها، الله خور و ذلیلتان بکند. چهره واقعی شما را، چهره سیاه شما را الله سبحانه و تعالی به این مسلمانان تاجیکستان نشان بیدد. حقیقت شما را همون اروپایی ها را هم شناسد. ای کاش حکومت های اروپایی حقیقت شما را، ای کاش چهره خمیلیان شما را، ای کاش خبیث بودن شما را، جاسوس ایران بودن شما را میفهمید. بعد به شما که خودتون به زیر اونها در آوردنیت میدیدید. الله سبحانه و تعالی این دینش را نصرت میدهد. الله وعده داده است که این دینش را نصرت میدهد. الله اهل حق را نصرت میدهد. از خود نروید ای حزبی‌ها، از خود نروید که الله میزندتون و زدگی از سال با سخت‌تر میزند. نابود میشید، میزندتون. برای همین توبه کنید و به سوی الله بازگردید.